أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دوستان نهایت گرامی، یکی از حکمت‌های اصلی و اساسی روزه همانا رسیدن به درجه تقوا است. و رسیدن به درجه تقوا بدون داشتن اخلاق نیک یک چیزی است غیر ممکن. انسانی که ادعای تقوا میکند اما از ناحیه اخلاق نیک کمبودی دارد، در ادعای خودش صادق نخواهد بود. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند: ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. محبوب ترین شما در نزد من کسی است که از همه شما کرده با اخلاق تر باشد. حسن بصری رحمه الله میفرمایند: روزه در حقیقت تمرینی است برای کنترل نفس. اینکه نفس خود را ما کنترل بکنیم و اخلاق حسنه را در وجود خودمان پیاده بکنیم. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند: لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. پهلوان واقعی کسی نیست که دیگران را در میدان کشتی به زمین بزند، بلکه پهلوان واقعی کسی است که در وقت خشم نفس خودش را کنترل میکند. پس دوستان گرامی، از حکمت‌های اصلی روزه همان رسیدن به اخلاق نیک است. روزه‌ای که ما و شما را به اخلاق نیک نرساند، او روزه مطلوب نخواهد بود. پس کوشش بکنیم در طول روز اعمال را مرتکب نشویم که منافی اخلاق نیک باشد. السلام علیکم و رحمت الله.